شیخ محمد شنقیطی رحمت الله علیه به ابن باز میگویند در وقت زنده بودنش ثنا نمیگفتن، تعریف نمیکردن. برای چی؟ برای اینکه ابن باز مفتی و رئیس قاضی های و رئیس هیئت کبار علما بود. ابن باز یا آبروی داشت که از بعضی پادشاه های دنیا بلند آبرو داشت. خودش یک شخصی خاکساری، یک شخصی روی مال هایی که به سرش داشت 5 سومر یا آدم شیخ های عادی 10,000 می پوشیدن. یا آدم خاکسار، یا آدمی که نه قد و قامت زیبا، نه حسن جمال، نه یک چی داشته باشد، یا آدم خاکسار، یا آدم عادی، ولیکن الله تعالی هیبت و بزرگی و عمل 17 ساعت در یک شبانه روز کار میکرده است. 17 ساعت. بسیار علال خصوص در ایام پیری 80-90 در آمدگی تا نصف شب کار میکرد. بسیار یک شخصی که در همین زمانه بله علمدارهایی که از ابن باز عالم بودند بسیار بودند، لیکن در عمل واقعا ندیدیم شخصی که مانند ابن باز به این شریعت اسلام عمل کند. میگویم در حیاتش استاد ما تعریف نمی کرده یا ثنا نمی فرستانیدن، لیکن وقتی که وفات کرد بعد ثنا گفتن. بعد وقتی که پرسیده شدن گفتن که مقصد وقتی که در حیاتش ثنا می گفتیم گویا طلبی وظیفه داریم